های گایز، حال دلتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو از چنل خودتون. بنده گرامی هستم. قراره تو این ویدیو بریم سراغ 10 تنظیمات بیسیک بتل رویال که بیشترین تاثیر رو روی پلی دادن شما داره. فقط خوشحال میشم قبل از شروع شدن این ویدیو رو لایک کنی، ساب کنی و زنگوله رو فعال کنی که از ویدیوهای ما عقب نمونی. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، اومدیم برای تنظیمات بیسیک برای بتل رویال. اولین تنظیم ایم اسیست هستش که خودتون میبینید وسط وای میسته. من خودم تیر رو شلیک میکنم بدون اینکه دستمو تکون بدم و نشونه خودش دنبال میکنه انمی رو. اینجا ایم اسیست آن هستش. من میخوام آف کنم، تغییر رو حس کنید. ببینید رو انمی قشنگ زوم نمیشه و رو انمی نمیخوابه تیرا. حالا من با دست تکون میدم و میرم رو انمی بعضی وقتا، ولی بازم نمیخوره به انمی. مسی چیز کاربردیه، میتونی راحت رو انمی فایر کنی و انمی رو بزنی بتره کنی. به نظر من ایم اسیست رو فعال کنید چون بهتر میتونید انمی رو بزنید و ناکار کنید. خودتون ببینید تغییر رو متوجه میشید. تنظیم بعدی تنظیمی هستش که خیلی به دردتون میخوره، واقعا تو فایت خیلی تاثیر داره و میتونه دوید شما رو بندازه جلوتر. تنظیم بعدی تنظیم سویچ کردن گانه که من اینجا 2 گان برداشتم الان که متوجه بشید. الان آفه سویچ کردن گان، الان آفه. اون گزینه‌ای که من میگم الان آفه و میبینید که چجوری کند گانها رو جابجا میکنه. الان میخوام آن کنم، شما متوجه تغییرش بشید که تو فایت به این سرعت میتونی گانتو سویچ کنی و برداری. خیلی هم تاثیرگذاره واقعا. خلاصه که سویچ کردن گان، این گزینه رو حتما فعال کنید. به نظر من خیلی کمکتون میکنه. به نظر من فعال کنید، تو فایت خیلی به دردتون میخوره. تنظیم بعدی تنظیم اسکوپ اسنایپ. یه جورایی نحوه باز شدن اسکوپ اسنایپ. وقتی که این آف باشه عادی باز میشه اسکوپش، ولی وقتی به این شکل آن باشه یه جورایی خودشو پرت میکنه انگاری تا باز بشه. به این شکل میشه. ولی من خودم ترجیح میدم که این تنظیمات رو خاموش کنم و روی آف بذارم چون نمیتونم ازش استفاده کنم. بعضی از پلیرها هستن میتونن استفاده کنم، من نمیتونم. تنظیمات بعدی تنظیماتی هست که وقتی یه گوشه وای میسی خودت دیده نمیشی و میتونی دیده بهتری داشته باشی. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که فقط واسه خودت این مدلی هستش و من خودم ترجیح میدم که اینو روشن بذارم بمونه و تنظیماتش هم این هست که آف و آن میکنم که مشخص بشه. تنظیمات بعدی که میخوام بهتون بگم تنظیمی هستش که نحوه راه رفتن کاراکترتون توی بتل هستش که اگر این رو کم کنم و اون رو آف کنم شما متوجه تغییر توش میشید. ببینید که نه میتونید مومنت بزنید، نه مومنت ضعیفی میتونید بزنید. یه جورایی خوب نمیتونید مومنت بزنید و انمی راحت شما رو میزنه. به نظر من این گزینه رو تا پر کن و اون رو
آن کن که بتونی راحت مومنت بزنی و انمی رو بزنی و ناکار کنی. الان کامل فعال میکنم که شما تغییر رو احساس کنی و متوجه تغییر بشی. همونطور که میبینید راحت میتونید مومنت بزنید و راحت حرکت کنید. تنظیمات بعدی که میخوام بهتون بگم میزان اختلاف کاراکترتون با گوشیتونه که دور یا نزدیک میشه. خودتون ببینید و متوجه میشید. ببینید که یه ذره نزدیکتر شده. الان برمیگردونم به حالت قبلی که تغییر رو احساس کنید. خودتون ببینید فاصله گرفت و میتونید راحت‌تر نمای دور رو ببینید. خب دوستان، آخرین تنظیمات بیسیک هستش که تنظیم لگدگان هستش که لگدگانتون رو به حداقل میرسونه. این گزینه‌هایی که کم و زیاد میکنم رو صفر میکنید همونطور که صفر کردم من و این رو هم 100% آف میکنید. این دوتا گزینه پایینی هم همینطور و پایینیش هم همینطور باید آف کنید که به این شکل میشه. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم تنظیماتی که بهتون دادم تغییر خوبی رو براتون رقم بزنه و بهترین استفاده رو ازش بتونید ببرید. تا ویدیو بعد، بدرود.